тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. омӯзиши навзод. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. روح و روان نوزاد مانند به نواری صورتگیری پاکیزه و دست نازده است. هر گونه تأثیرات در آن به طور همیشه نقش می شود و دیده و شنیده های پس از این نمی توانند چنین اثر گذارند. از این رو اگر پدر و مادر یا آموزگار این نکته را از یاد ببرند و از روزهای نخست به تربیت نوزاد نپردازند، بزرگترین امکان را از دست می دهند. در شرق رسم است که نوزاد را از چشم کس و ناکس دور می دارند. پدر و مادر نوزاد را محض برای آن از بیگانه پنهان می سازند که وی مانند نواری عکسبرداری پاکیزه است. روح نوزاد خیرخواه و مهربان است. هر گونه تأثیر را زود میپذیرد و این تأثیرات تمامی عمر از آن سترده نمی شود. در آغاز نوزاد همراه خود به زمین از روحیه فرشتگان آسمان و جهان جنها تأثیرها می آرد. همچنین قسمی از خصلت و خوی پدر و مادر و خویشاوندان را نیز به میراث میگیرد. پس از به زمین آمدن نوزاد تأثیر نخست را از محیط دور و بر، فضای و هوای خانه، آنهایی که با او سر و کار دارند و در نزدش هستند می بردارد و این تأثیرها آنگونه کارگرند که غالباً تأثیر آسمان ها و حتی فعل و خوی از پدر و مادر به میراث آورده او را نابود می کنند. زیرا عقل نوزاد که زیر تأثیر جهانی برین تشکل یافته است، مانند به کوزه سفال است که حالا در کوره نپخته است، لای خام است، رشد نکرده است. صفت‌هایی که نوزاد از پدر و مادر به میراث میگیرند نیز نااستوارند. آنها پس از به زمین آمدن او رشد میکنند. برای همین تأثیرات نخستین که پس از زادن بر سر کودک فرو میریزد، این گونه مستحکم و پابرجایند. بخش اول در کلالی ساختن کوزه، بخش دوم پرداز و پختن آن است. هنگامی که کوزه را در کوره می اندازند می پزد، سخت و مستحکم می شود تا در کوره رفتن وی نرم و زود شکن است. روح هم در دوران کودکی همین روند را پشت سر می کند، یعنی از زینه ویژه رشد می گذرد. هر آنچه او از چرخی برین آورده است و از پدر و مادر به میراث گرفته است صورت می پذیرد، پابرجا می شود، از خود درک می دهد. زیرا این دوره است که روح شکل می گیرد. اگر در همین هنگام نوزاد تأثیرات منفی گیرد، ناوابسته به تربیه‌ای که وی من بعد می گیرد، این تأثیرات به طور همیشه در یادش می ماند و به هیچ راه سترده نمی شود. هیچ چیز قادر نیست که تأثیرها را نابود سازد، زیرا این همان لحظه است که روح زاده می شود.
در آموزش و پرورش نوزاد قاعده های مهمی هست که نباید فراموش شود. کودک را یک نفر باید تربیت کند، نه همه خانواده. خطای بزرگ است اگر در عائله همه با آموزش و پرورش نوزاد دست زنند. این کار در راه تشکل فعل و خوی کودک صد ایجاد می کند. هر کس به کودک تأثیری خاص می رساند که از یکدیگر تفاوت دارد. بسیاری از پدر و مادران به تربیت نوزاد اهمیت نمی دهند. آنها می انگارند که کودک در این دوره مانند به بازیچه است، لختک است و هر کس می تواند او را به دست گیرد، با او بازی کند. آنها خبر ندارند که این هنگام برای روح چیز زمانی مهم است و دیگر هیچگاه در راه رشد او چنین امکان دست نمی دهد. نوزاد را کی باید بیاموزاند؟ پدر یا مادر؟ زندگی مرد از او توجه زیاد به کار می خواهد. مادر با حس ازلی مسئولیت نسبت به فرزند زاده می شود. از این رو حقوق اول را در تربیت کودک مادر دارد. تنها مادر می تواند در روزهای نخستین پس از زادن نوزاد را آرام کند، زیرا کودک از خون و گوشت اوست. آهنگ روح مادر با آهنگ روح نوزاد هموزن است. روح که بر تن ما از چرخ برین فرود می آید به نوازش و پرورش مادر نیاز دارد. از این رو مادر بهترین انباز و همرازی اوست. اگر پدر تواند که در این راه کاری بکند، این کار یاری به مادر یا دایه و آموزگار است. و اگر نوزاد در این دوره همه به پدر واگذار شود، به سرانجام خوب امید بستن نشاید. زیرا مرد تا وابستین روزهای زندگی خود کودک است. اما یاری که نوزاد به آن نیاز دارد یاری مادر می باشد. دیرتر در زندگی کودک زمانی نیز فرا می رسد که به تأثیر و نفوذ پدر نیاز به میان می آید، ولی نه در دوران نوزادی. به گفته برهمن استاد اول مادر، استاد دویم پدر، استاد سیوم آموزگار است. آن یگانه کس که باری آموزش و پرورش کودک را به دوش می گیرد، نخست با او دوست باید شود. در هندوستان خردمندی بود مجذوب نام که عادتی با فیلها بودن را داشت. وی با فیلها غذا می خورد و همراهشان خواب می رفت. همزمان آنجا کسانی نیز بودند که فیلها را نگاه و بین می کردند. آنها برای اداره کردن فیلها از نیزه و های و هو استفاده می کردند. فیلها آنها را فرمان می بردند. اما موردهای نیز بودند که فیل ناگاه به خشم می آمد، از فرمان فیلبان می برآمد و حتی او را زیر پا می آورد و می کشت. فیل به هنگام خشم فیلبان را رد می کرد، به وی گوش نمی کرد. اما حکیم همیشه در میان فیلها و با همه آنها دوست بود. وی نزد آنها می آمد، تنشان را خار و مال می کرد، با هر کدام گپ می زد و همراهشان آسوده خواب می رفت. فیلها هیچگاه او را آزار نمی دادند. این رویداد از چی می گوید؟ از آن می گوید که دو نمودی راهبری هست. یکم از راه فرمانگری، دوم از راه دوستی. هنگامی که شما انسان را در فرمان خود می درآورید، اراده او را می شکنید، اما از راه دوستی اراده او را نیرو می بخشید و همزمان به او یاری می دهید. با شیوه اول شما از آدم غلام می سازید، با راه دویم شاه. اگر یاد بگیرید که
هنگام آموزش کودک نیروی عقلی او یا خود نیروی اراده او را نباید شکست، اما نظارت حتمی است. 5 چیز است که باید در سال نخستین زندگی به نوزاد آموخته شود: انتظام، موازنت، تمرکز، توجه، آداب و آرامی. چون به نوزاد مناسبت دوستانه ساخته شود، آموزگار امکان جلب هوش او و هم‌آوازی به او را می‌یابد. این باید از نخستین شرط‌های ضرور باشد و تا آغاز آموزش ساخته شود. چون نوزاد به هر عمل آموزگار واکنش آغاز کند، می شود به آموزش انتظام سر کرد. اما هنگام آموزش آموزگار نباید خشم یا ناراضگیش را آشکار کند، زیرا نوزاد گاهی سخت یکرو و سرکش است و به دشوار اداره می شود. بهترین راه آموزش انتظام به نوزاد به آشکار ساختن خشم و ناراضگی، تکراری کار در نزد وی است. به نمونه نوزاد چیز غیر ممکن می خواهد. همزمان مربی تلاش می کند که وی با بازیچه‌ای که این به دستش داده است مشغول شود. این بازیچه را گشته و برگشته به وی باید داد. هنگامی که کودک آن را پرتافت یا گریه کرد، از نو باید داد. چون کودک به آن نگاه نکند، باز باید داد. با تکرار یک کار کودک را وامی دارید، ناخودآگاه به شما رو آورد، به سخنتان گوش دهد. نادرست است هنگامی که آموزگار به امید راهبری به کودک از آموختن انتظام کاری را با زوری به او بار می کند. تنها از راه تکرار می توان به انتظام دست یافت، اما این کار اندک بردباری می خواهد. به نمونه نوزاد ناجا گریه سر می کند، غذا یا چیز دیگر می خواهد. در این مورد هوش او را به چیزی غیر باید جلب کرد. اینجا نیز بهتر از همه تکرار است. هنگامی که نوزاد با سبب آشفته است، از راه برابر کردن وزن و آهنگ تن که این دم خاصی اوست می توان به او موازنت را آموخت. نمونه: اگر کودک سخت آشفته است، وزن و آهنگ جنبش و گویشش ویران است. با کف کوفتن، انگشت بر چیزی زدن یا لرزاندن چغچغه می تواند وزن و آهنگ تن نوزاد را به وزن و آهنگ تن خود موافق کرد، زیرا هر گونه آواز هوش نوزاد را می برد. صدای موزون به آهنگ تن و جان او تأثیری نیک می رساند. چنانه که نوزاد آشفته نباشد، با ایجاد آوازهای آهنگدار که با آهنگ تن او جور باشند می توان او را آرام کرد. با آهنگ تن نوزاد هم وزن، لرزانیدن چغچغه یا چیز دیگر و آهسته آهسته سست کردن ریتم آن او را وارد این وزن می گرداند. آشفتگی از میان می رود، آرامی می رسد. جریان خون، جنبش، چهره همه دیگر می شود. 3 گونه وزن و آهنگ هست. آهنگ سست که نوزاد تماما فعال نیست و از آن می گوید که وی تندرست نیست یا به او چیز رخ داده. آهنگ دویم که نوزاد فعال است اما برانگیخته نیست و این وزن درست است. و آهنگ سوم آن است که نوزاد برانگیخته است. این وزن را با وزن دویم که نوزاد فعال است اما برانگیخته نیست عوض باید کرد. این را از راه به نوزاد دادن چیزی دلخواهش می توان به دست آورد. اگر بازیچه به او پسند نیست، دیگرش را دهید.
این را نخواهد سیومش را، چهارمش را، پنجمش را. کاری کنید که عقلی او گیر افتد و گاهی چند مشغول شود. آشفتگی نوزاد دیگرگون شوی وزن و آهنگ تنی اوست، زیرا او خود نمی تواند آن را سرشته کند. وی دم به دم بیشتر آشفته می شود و سرانجام یا می گرید یا می خندد. گریه و خنده یک چیزند. نوزاد برای آن می گرید یا می خندد که آهنگ تنش ویران است. تنها دایه با کوشش می تواند آن را درست کند، ولی اگر او خود عصبانی و از نوزاد ناراضی باشد، او را دوست ندارد، کامیاب نخواهد گشت. کودک را از گریه باز داشتن شرط است یا نه؟ بهتر آن است که هوش او بسته به چیزی شود تا نگرید. همزمان گریه خاصی طبیعتی اوست و بد نیست گاه گاهی بگرید. اگر نوزاد نگرید، پیداست که کمبودی دارد، تندرست نیست. اما حد گریه را باید دانست و سری وقت کودک را از آن باز داشت. می شود به او امکان داد که تا سرحدی معین برود. چون به آن رسید دیگر نباید گرید. زمانی بازداشتنش آمده است. اما اگر گریه کودک مادر را عصبانی کند و او در آغاز گریه آن را باز دارد، این کار می تواند به عصب کودک تأثیری بد رساند. چنین نیز می شود که مادر یا دایه کودکی گریان را در گوهاره می بندند و او را با گریهش تنها می گذارند. این کار فایده ندارد، زیرا کودک در همان وزن و آهنگ می ماند و سرانجام روز تا روز خود را بد حس می کند و بیشتر عصبانی می شود. اینک مسئله تمرکز، توجه. باید پیش روی نوزاد بازیچه های گوناگون، میوه ها، گل ها و چیزهایی که هوشش را می برند گذاشته شوند. سپس باید کوشید که هوش او به یکی از این چیزها بند شود. بگذار او با آن چیز بازی کند، آن را سنجد و بیند، در آن فرو رود. آموزگار از این راه در نهاد کودک هنری باریک بینی را جا می کند که در آینده برایش سخت مهم است. اگر این استعداد رشد نکند، هنگامی که نوزاد کلان می شود، باریک بینی برایش دشوار می گردد. گذشته از این، اگر کودک توجه کردن را آموزد، زندگیش پرآب و رنگ می شود. کودک ناخودآگاه به توجه کردن خو می گیرد. به کودک برای بازی یگان چیزی زیبا بدهید و اگر این چیز هوش او را جلب کند، آنگاه وی ناخواسته در آن فرو می رود. این برای نوزاد، برای جان و تن وی سخت مهم است. اتیکه عالی یا اخلاق همان مهربانی و دوستداری است که در جوانمردی و همت بلندی به اوج می رسد. کاریدن این تخم در زمین دل کودک هیچگاه زود نیست. هنگامی که به کودک چیزی دوست داشته‌اش را می دهید و سپس با مهربانی و دوستداری بازپس دادن آن را می پرسید، با این راه در نهاد او حسی سپاس و مهربانی را بیدار می کنید. پیداست که نوزاد نمی خواهد، اما این کار برای آن است که وی حالا آموخته نشده است. شما نباید به زور چیزی را از او بگیرید، ولی از راهی بردباری و شکیبایی به تکرار خواهش خود سرانجام کامیاب می شوید و کودک آن چیز را به شما می دهد. اگر نوزاد مادرزاد چیز پرست باشد، شاید 3-4 بار رد کند، اما سرانجام آن را به شما می دهد. این گونه وی از بنیاد اخلاق پی می برد.
آیا شرط است کودک بداند چیزهایی هستند که از اویند و چیزهایی هستند که از او نیستند؟ هر چیز که کودک دور و برش می‌بیند از شماست یا از من، مال اوست، وی آن را می‌گیرد و به این حق هم دارد. او حالا این جهان محدودیت و منسوبیت را قبول ندارد و آن همه براستی مال نوزاد است. ما را دوگونگی شعورمان کمبغل می سازد. نوزاد ثروتمند است، داراترین آدم در عالم است. نوزاد دارایی خدا را دارد. آنگونه که همه چیز از خداست، همچنین همه چیز از نوزاد است. برای همین کودک نمی کوشد چیزی را از خود داند، زیرا همه مال دنیا از وی است. تنها تجربه این جهان با بزرگ شدن در دل کودک خواهش چیزی داشتن را به پیدا می آورد، زیرا اینک وی محدود است. اکنون در می یابد چیزهایی هستند که مال اویند و چیزهایی هستند که مال دیگرانند و این محدودیت است. گاهی آدمان چنین می اندیشند: آیا خطا نیست در این جهانی پر از حرص و حسد که هر یک می خواهد تیکه دهان دیگری را بگیرد، آدمی با سخا تربیت کردن؟ پاسخ این است: آدمی خودآگاه دشمن خود است. وی می اندیشد که خودخواهی به سود اوست و نمی داند که کرد و کارش بر ضرری اوست. خودخواهی به او سودی زیاد نمی آورد. شاید او تواند ثروت غن کند یا از راه چیز پرستی جاه و نفوذش را نگاه دارد، اما همزمان هدف زندگی را از دست می دهد، خود را ناتوان می کند. سرانجام دیر یا زود در می یابد دنیا از آدمی که می خواهد به دامنش بگیرد می گریزد، ولی از پسی آنی می دود که پشت بر او می کند. روحی سرشار از آداب و اخلاق همان مهربانی، خودفدایی و خدمت به دیگران است و این باید نخستین درس برای نوزاد باشد. و سرانجام رسیدیم تا به آرامش و آسایش. نوزاد می تواند به دایه و دیگران دردی سر ایجاد کند اگر به او در حدی لازم چگونگی آسایش و آرامش آموخته نشود. اما این هنر به نوزاد نسبت به بزرگسال زودتر دست می دهد. تنها این است که به نوزاد باید فضای آرام و آسوده و راحت ساخته شود تا جان و تن او واردی وزن و آهنگی برابر گردد. با جنباندن پای در پای دست پیش رویش عصبش را آرام باید ساخت. با مهر به چشمانش نگریسته و او را خوابیده پنداشت و این گونه از راه اندیشه و احساس کودک را واداشت که دست به آسایش و آرامش یابد. این 5 چیز به نوزاد باید در روزهای نخستی زندگیش آموخته شود. زندگی نوزاد از خواب و خوراک آغاز همه واردی وزن و آهنگ باید باشد و این نظم سخت رعایت شود، زیرا طبیعت خود بافته و تافته از وزن و آهنگ است. 4 فصل یکی پسی دیگر می آید، آفتاب می خیزد و می شیند، ماهتاب بدر و هلال می شوند. این همه وزن و آهنگ است. از راه رعایی وزن و آهنگ در زندگی نوزاد برای رشد روحی او پایگاه استوار گذاشته می شود. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره
дар қироати ровӣ ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. рисолаи тарбият аз асарҳоест ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. пас пайгири силсила гуфтори зарангора бошед. дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон мағфиратносирова, масъул лутфия қурбонова. идомаи гуфторро фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. анҷоми гуфтори аввал шоду масрур бошед.